شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره طلب آزادی و پرداخت جبران پولی برای تمام سالهایی در محبس سپری کرده مقصود ابراهیموف همچنین از حکومت‌های روسیه و تاجیکستان تقاضا کرده است افراد را که در ربودن او دست دارند پیدا و به جوابگری بکشند. برای اجرای این درخواست شورای حقوق بشر دو کشور باید به تفتیش این قضیه شروع کنند. در خلاصه های شورای حقوق بشر همچنین گفته می شود که بازداشت ابراهیموف به موقع و فعالیت های سیاسی او وابسته است. ائتلاف نیروهای مخالفین تاجیکستان نو سال 2015 اعلان کرد که بعد تشکیل و شرکت در چندین اعتراض با طلب استعفای پرزیدنت تاجیکستان مقامات این کشور از پی مقصود ابراهیموف شدند. با گفته حامیان حقوق مقصود ابراهیموف را سال 2015 در روسیه ربوده زوراً به تاجیکستان آوردند. 3 ماه پیش از این حادثه او از یک سوءقصد به جانش نجات یافت ولی از راهش نگشت و به فعالیت‌های سیاسی ادامه داد. نام من مقصود ابراهیموف است. من رهبری سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان هستم. طور می‌دانید 24 نوامبر سال 2014 به جان من سوءقصد صورت گرفت. در پی ربوده و بازداشت شدن ابراهیموف وکیلان دفاع او اعلان کردند که احتمال در این کار ساختارهای قدرتی روسیه دست دارد. او را همچنین از شهروندی روسیه محروم کردند و بدون یگان ثبت و سند به تاجیکستان انتقال دادند. این شخص را با قانون شکنی از یک کشور به کشور دیگر بردند. در غیبش او را از شهروندی روسیه محروم کردند. او در این باره اصلا خبر نداشت و نمیتوانست از حق خود دفاع کند. نمیتوانست از دادرس و دادستانی ها بپرسد که چرا یک بار مقام شهروندی او در روسیه بیکار شد. ولی ناوابسته به آن که او شهروندی روسیه بودیانه کسی حق نداشت او را در بغاج ماشین بار کرده مثل یک چاروا ببرد. در تاجیکستان ابراهیموف را برای دعوت‌های آشکار به تبدیل ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان و تشکیل سازمان جنایی به 17 سال زندان محکوم کردند. بنابر خلاصه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مقصود ابراهیموف گناهکار نیست و باید آزاد شود. شاکرجان حکیموف سیاستمدار تاجیک میگوید как минимум 5 примеров знаю. حداقل 5 مثال میدانم که شهروندان تاجیکستان با امید به ساختارهای قدرتی مراجعت کرده خواستار عدالت دادگاهی شدند ولی به هدف نرسیدند. تا به سطح بالای مرحله دادگاهی یا دادگاه عالی رفتند بی نتیجه مجبور شدند به کمیته حقوق بشر سازمان ملل مراجعت کردند، اما این هم نتیجه نداد و از جانب مقامات تاجیکستان صرف نظر شد. با این همه مادر مقصود ابراهیموف زویده طلعه و امید دارد که پسرش از محبس آزاد خواهد شد، زیرا به باور مادر او گناه ندارد. خود مقصود ابراهیموف که 5 سال اخیر در زندان قرار دارد حالا درباره قرار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خبر ندارد و این هم معلوم نیست که نزدیکانش کی به ملاقات او دست می‌یابند و این خبری امیدوار کننده را برایش می‌رسانند. به دلیل خروج کرونا ویروس دیدار محبوسان با نزدیکانشان منع است.